یک چیز برای شما بگویم. ما شما می داستان گفتیم نگفتیم. یک شیخ عرب میگه یک روز در یک از تلویزیون ها من مهمان شده بودم، به خاطر سوالات مردم جواب میگفتم. شیخ عالم بزرگی بوده. گفت یک دختر به من تماس کشید، گفت جناب شیخ من 5 تا اولاد دارم، شوهرم شراب میخوره نماز نمیخونه. این سوالی که ما در کرده. گفت شراب مینوشه نماز نمیخونه. یک روز آمد که من قرآن میخواندم، آمد قرآن گرفت پاره کرد زمین زد. گفت دیگه نمیتونم به همراه زندگی کنم، زندگی ما به جهنم شده، من چی کار بکنم؟ شیخ از پیش پرسان کرد که در این شهر که تو زندگی میکنی کسی هست که اگر تو طلاق از شوهر بگیری ضمانت خوراک و پوشاک تو را بکنه؟ گفت نه کسی را ندارم. گفت در این شهر که زندگی میکنی کسی هست که بری به خانه از او کلی 5 تا اولادت؟ گفت نه. گفت نصیحت معمیس به همراهش بساز در حقش دعا بکن. چرا؟ گفت اگر تو در حقیقت از این طلاق بگیری 1 نفر خراب نیست، 1 نفر بی‌نماز نیست، 1 نفر شرابی نیست، 6 نفر شرابی میشه. چون وقت تو از این جدا شدی اولاد از پیشت میگیره، 5 تا اولاد داره، از 5 از این به شرابی و بی‌نماز میشه. اون مثل خودش تربیه میکنه. تو تلاش کن اولادای خود تربیه درست بکن که اولادای 5 تا نشه، گرگه ها 6 تا نشن، این 5 دیگر هم همراه خود نبره. چون پدر شرابی و بی‌نماز آخر اولاد خود به سمت خود کش میکشونه. چرسی رفیق چرسی برای خود پیدا میکنه، قمارباز رفیق قماری برای خود پیدا میکنه. شیخ میگه سال گذشت، بعد از سال دیگر یک تماس آمد باز در یکی از تلویزیون ها، میگه به من گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بسیار شاد. گفت جناب شیخ مرا شناختی؟ گفتم نه نشناختم. گفت من همون مادر بودم که سال گذشته از شوهر خود شکایت کردم. میگه برش گفتم خود زندگی تو این چه قسم است دخترم؟ گفت خدا به شما عزت بده، شوهرم الان نمازخوان است و مؤذن مسجد شده است، نمازم میخونه مؤذن مسجد شده و 5 تا اولادکای من که از کلش قرآن میخونه، شوهرم شروع کرده که حافظ قرآن شود. گفت دعا کردم الله برش هدایت نصیب گردانید. شک نکن، دعا تیریست که خوب هدف نشانه میگیره، ولی خود آماده دعا بکن. این دعایی که ما میکنیم دست بلند است، 1 دقیقه نمیشه خسته میشه، 5 دقیقه 10 دقیقه گریه کن، نیم ساعت 40 دقیقه گریه دعا بکن. با خدای چقدر لذت داره راز و نیاز کردن، چه زیباست. هر شکایتی که داری بگو برش، هر درد دل داری بگو برش، کل گناهایت یک برش بگو، هیچ کس ندیده، تو خودت کردی برش بگو. غمایی داری که به هیچ کس افشا کردن نمیتونی، به او بگو، او میشنوه، رازت هم افشا نمیکنه، آوازت هم قطع نمیکنه، خسته هم نمیشه، نمیگه بس کن که زیاد گفتی، تا صبح برش بگو میشنوه. هر وقت تماسش آنلاین است، پیام و مسیج تو دیر نمیمانه، همون لحظه تماس بکش، همون لحظه اوکی میشه. تو این تو الله مهربان داریم ما، خب پس ما خودمون بدبخت هستیم که نمیریم به سمت او. شوهرم نماز نمیخونه اما روزه میگیره. خیلی برایش میگم کسی که نماز نمیخونه روز قیامت از اهل جهنم پرسان میکنن اهل بهشت ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. بعض مجرمانی که داخل جهنم از پرسان میکنن شما رو چی چیز در جهنم در آورد، چرا در جهنم چی کار میکنین؟ قالوا لم نک من المصلین، میگه ما نمازگزار نبودیم، نماز نمیخواندیم. کسی که نماز نمیخونه قطعا به جهنم میرود، جایگاه او به جهنم است و در دنیا هم روز خوش نمیبینن، چون عادت میشه. بس به هر چی عادت کردی و پسان باز تغییر عادت برای خیلی سخت میشه. این دختری که حجاب پوشیده، همیشه حجاب پوشیده، او را ببر در آمریکا در کنار دریا، برش بگو که کلگی لوچ هستی تو هم لوچ باش، لباسای تو بکش، میتونه؟ کلگی برهنه است، نمیتونه این کار کرده. فکر میکنه همه این را سعی میکنه، به خاطر عادت کرده به حجاب انسانی، به لباس انسانیت. اونا که حیوانن،
مثل یک دختر از لب بحر گرفته بیار که همه جایش برهنه است، یه دختر با حجاب بگو تو بعد از تو لباس بپوش، نمیتونه. او خیلی برش سخت است که او حجاب اسلامی رو بپوشه. او عادت کرده به اون فحاشی، فکر میکنه انسانیت یعنی امون است. پس هر کی به هر چه عادت کرد، تغییر و عادت برش سخت میشه. یه خواهر به چادر عادت کرد، همیشه باید چادر بپوشه، او باز خیلی با حیا میشه. آیندهم این کسی بی چادر هم قسم برش عادت میشه. باز وقت یزدم که آمده قصهش نیست، بچه کاکام که آمده قصهش نیست، بچه مامام که آمده قصهش نیست، دوتلم که مردم میبینن در قصهش نیست، قسم باز بی حیا شده میره دیگه. و برش دعا هم بکنه. من در روسیه زندگی میکنم، نماز میخونم، روزه میگیرم، درس میخونم، همسایگان ما مسیحی هستن، از سفره ما میخورن، از ما هم میخوریم، ما هم غذایشون رو بخوریم. اگر غذا باشه، مادر گرامی یا برادر گرامی که از روسیه سوال کردن، مسیحی ها همسایه‌هایشون، همسایه که شد مسیحی و غیر مسیحی نداره، احترامش باید کرد، حق همسایه داریش باید کرد. و اگر از شما میخوره بهتر است بخوره. اخلاق مسلمان باید ببینه. عبدالله ابن عمر وقتی گوسفند ذبح کرد، به غلامش گفت که دم همسایه‌ام کمی گوشت ببر. گفتن که یهودی است. گفت همسایه است. یهودی هم که است، همسایه است. با اخلاق خود ما میتونیم دیگران را به سمت اسلام دعوت بدیم. و شما هم بخورین به شرطی که مذبوحش نباشه. مذبوحه همون حیوان کنا ذبح میکنن. گرچه مسیحی ها مذبوحیشون خورده میشه، استثناء شدن، ولی این مسیحی هایی که امروز هستن علما میگن اینا دهری شدن، اینا در دین خود نیستن، بنابراین مذبوحی از اینا خورده نشه، گوشتشون خورده نشه، از قصاب خودشون کدام گوشتی که میگیره و خورده نشه، چون اینا باغ ندارن که خوب میخورن و چی میخورن. اگر دیگه چیزایشون نمیخوره اشکال نداره، چیزایی که خشک است. یه خواهش دارن خواهر ما، یک دعای دست جمعی. خداوند به کل شما عزتمندی و سرفرازی و وقار و شرافت نصیب بگردانه. الله جل مجدو این چیزایی که ما شما گفتیم به کل ما شما عمل نصیب بگردانه، هم به برادرها هم به خواهر. از وقت تولد تا حال موهای دخترم را نگرفتم، حال سنش 9 ساله شده، چی کار کنم؟ هیچ کار نکن، شانهش بکن، شانه بکن دیگه. چی کار میکنی؟ برو کار میکنی؟ سر طفله گرفتن موش مستحب است. طفلکی که تولد میشه، دختر و پسر، روز هفتم سرش باید تراشیده شود، مستحب است. و اگر کسی نتراشی همون قسم من اشکال نداره. تهمت کردن بالای شخص بیگناه چه حکم داره؟ قرآن آیه 58 سوره احزاب، اونهایی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را اذیت میکنن در حالی که اونا انجام ندادن کار را که سبب اذیتشان شده باشه، بهتان بزرگه. اینا حمل میکنن و گناه عظیمی را مرتکب شدن، گناه کبیره مرتکب شدن. کسی که به یک خواهر مسلمان، به یک برادر مسلمان تهمت میزنه. من در آلمان مکتب میخوانم، نصف روز در مکتب هستم، نماز ظهر از پیشم قضا میشود، من نمیتونم به وقت نمازم را بخوانم، چی کار کنم؟ شما راهنماییم کنید. از شما یک پرسان دارم، ما به خاطر چی مکتب میخوانیم؟ کی رو بشناسه؟ تو برو ماستر شو، دکترا شو، بهترین پول و درآمد داشته باش. تو را به خدا قسم با می پول و درآمد و نام و دیپلم داخل قبر میری، داخل قبر از تو چی پرسان میکنه؟ از ماستری و لیسانس و دکترای یا من ربک ما دینک من نبیم؟ از سوال باید جواب بگویی. ما به زندگی آمدیم که در این زندگی باید پاسخ ارائه بدیم. خدا یک پارچه به ما داده، سوالا را در این پارچه نوشته کرده. از کجا آمدی؟ برای چه آمدی؟ کجا میروی؟ جوانی به کجا صرف شد؟ پیری به کجا صرف شد؟ چطور پیر شدی؟ موی در کجا سفید شد؟ چی کردی؟ نماز خواندی نخواندی؟ عبادت کردی نکردی؟ بازیگوشی کردی نکردی؟ وظیفه خانگی که دین است انجامش دادی یا ندادی؟ وظیفه خانگی که نماز است انجامش دادی یا ندادی؟ این از ما پرسان میکنه روز قیامت. پارچه را به ما میگیره، اونجا اگر خالی باشه در پارچه اولش نوشته است رقص کردم، موسیقی شنیدم، بی‌حجابی کردم، گرلفرند داشتم، بایفرند داشتم، همین تا آخر راه نجات است. خب پس مادر گرامی که در آلمان هستی، نماز از همه بالاتر است. هر کاری که میکنی نماز خدا بخوان. به هر جایی که نماز میخوانی برای خود زمینه نماز را برابر بکن، از خدا کمک طلب بکن، انشالله زمینه نماز به تو فراهم میشه.